تاریخ 4 سنبلای سال روان رقابت‌های جوجیتسو یعنی منتخبی تیم ملی برگزار شد. میان 11 ولایت کشور که 150 ورزشکار حضور یافته بودند با انتخاب 30 چهره برتر به اتمام رسید. رقابت‌های جذاب بود. خوشبختانه چهره‌های خوب و درخشان کشور که بتونه کارایی و همچنان درخشش عالی در رقابت‌های بیرون مرزی داشته باشه اونا هم انتخاب شده و یقینا که این پروسه هم به گونه شفاف پیش رفت که هیچ انتقاد در پی نداشت و انشالله که با مسئولین هم صحبت‌های خواهد داشتیم در رابطه با جوجیتسو و پیشرفت‌هایی که در فدراسیون صورت گرفته. فعلا هم تنین فدایی ورزشکار جوجیتسو را با خود دارم، کسی که در این رقابت‌ها دستاورد داشته و فعالیت‌های خوب را انجام داده در عرصه جوجیتسو، ورزشی که خیلی دوست داشتنی است. تنین جان سلام، خسته نباشی، صبحت بخیر. سلام لالاسی بقن، سلام به بیننده های عزیز. امید که یک صبح خوش آغاز کرده باشن، یک صبح ورزشی را آغاز کرده باشن. انشالله که آغاز کرده. محمد تنین فدایی هستم، عضو تیم ملی فدراسیون جوجیتسو افغانستان و یک تن زمین‌کاران کشور. خیلی خوب، خیلی خوشحال هستم تنین جان. قهرمان، خودت داریم، خیلی انرژی میگیریم وقتی ورزشکارای خود را در کنار خود داشته میباشیم. ورزشکارایی که عرق ریزی میکنه به خاطر افغانها، به خاطر افغانستان عزیز. ما خیلی تشکری میکنم از تمامتون. بخیر سلامت باشید لالاسی بقن. بخیر باشین. بیاین بشنویم از زندگی ورزشی اول بشنویم که رشته ام را قبلا شما را میمان داشتیم. در رابطه با رشته ام تون برای ما میشه اگر روشنی بندازی، مختصرا بگویی که کدام رشته را تمرین کردی، از کجا آغاز کردی، از کدام سنین؟ ما رشته اولم رشته جوجیتسو است که رشته جوجیتسو را پدرم در افغانستان بنیانگذاری کرده، پروفسور استاد محمد فهیم فدایی. رشته جوجیتسو را در افغانستان در سال 2008 در افغانستان بنیانگذاریش کرده و رشته ام را تحت نظر استاد احمدالدین حفیظی به پیش میبرم که دستاوردهای در این ورزش ام و جوجیتسو داریم. استاد فهیم فدایی یکی از چهره‌های درخشان کشور هستند، خیلی سپاسگزارشان هستیم. این یک خانواده ورزشی هم داریم ماشاءالله. ان شاءالله پیشرفت‌های خوب در عرصه جوجیتسوی کشور داشته باشند. واقعا کارهای خوب و ارزنده و شایسته انجام داده در عرصه جوجیتسو. رقابتی که اخیراً برگزار شد اشتراک ورزیده بودی؟ در مسابقات تیم ملی جوجیتسو افغانستان اشتراک کرده بودیم که خوشبختانه توانستم با شکست دادن چندین حریف مقام اول دست پیدا بکنم. ماشاءالله، براتون تبریک میگم. ان شاءالله که پیروزی‌ها و مدال‌های بیشتر و خوبتر شوه. ان شاءالله درخشش عالی داشته باشی. در کدام وزن بود؟ در وزن 75 کیلو. در ام در کدام وزن اشتراک میکنی؟ در ام 75 کیلو. کدام وقت شده 70 کیلو بیایی؟ 70 کیلو نه، دمی 75 میباشه. بعضی از ورزشکاران میباشن که میترسه از حریف خود. ترس خو نداری خودت؟ نه ترس ندارم. وزن ببینی که 75 کیلو در 65 رسانده. چی است دو دان حریف قوی میباشه در وزن؟ در وزن حریف قوی میباشه. خب فرق برخوردی؟ بر نخوردیم تا فعلا. خب بسیار خوب. دوره قرنطینی که به خاطر رقابت‌های تیم ملی و یا هم رقابت‌های دیگه که اونا اجرا میشه، قرنطین میشه، ورزشکارا از ام سخت‌تر از دشوارتر است یا هم از جوجیتسو چالش برانگیز است؟ تمرینات جوجیتسو یک ذره چالش برانگیز است که یک ماه دو ماه قرنطین میباشی که در تیم تمرین میکنی. بسیار تمرینات مشکل است در تیم. تمرینات ام هم خوب است، قدر فرق ندارن تمرینات با هم. مشکل تر می باشد، یکی از یکی دیگهش مشکل تر می باشد. دقیقاً. امی رشته جوجیتسو را شاید الهام یا با انگیزش از پدرجانتان گرفته باشین. بله. چطور به ام رفتین؟ در اواخر ام یک ذره سر زبانا شد. باز پدرجانم تشویق کرد، گفت شما در ام مسابقات داشته باشین. بعد از این باز فعالیت ها را در ام هم آغاز کردیم. چند نفر دیگه در خانواده ورزش میکنن؟ در خانواده ما 5 برادر هستیم که 5 ما ورزش میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله. یک شوخی کنم، یک نفر در خانه وقت آخر ما میشده در تاریخ 15 ما نان هر چیز خلاص میشده. گفته چی گپ است؟ خانم خدا گفته که همین مشکل نیافتم، وقت کار میکنم زحمت میکشم تا آخر ما همین ماش نمیرسه. خب خانمش نمیگفته، مادرها خب مهربان هستن. یکی از روزا خانه بوده دیده که گفت کجاست بچه؟ گفت ورزش رفتن. گفت خب کلشان رفته؟ گفت حالا من فهمیدم که نان چرا خلاص میشه. در خانه ماشاءالله خوراک زیاد میشه از ورزشکاران. بله طبعا که ورزشکار باشی باز خوراک زیاد میباشه. ماشاءالله. انشالله که دارو شوه، انشالله پیشرفت‌های خوب داشته باشیم. سطح مسابقاتی که برای انتخاب عضویت در تیم ملی برگزار شده بود چقدر بود؟ سطح مسابقه نسبت به سالهای قبلی سطح مسابقه خوب بود. تشکر میکنیم از کمیته ملی المپیک افغانستان که با ورزش افغانستان همکاری میکنند و با ورزش جوجیتسو
سطح مسابقات نظر به سالهای قبلی سطحش بلندتر بود و بهتر بود. بسیار خوب. چقدر آمادگی گرفته بودی؟ در این مسابقات 3 ماه قرنطین بودیم، 3 ماه تمرین کردیم که تا توانستیم مقام اول از آن خود بکنیم. خیلی خوب. در بعضی از رشته های ورزشی از در افغانستان مثلا ما با رفیقا خفه نشن، همگی میدونه در این رابطه که کابل، هرات و مزار پیشرفت‌های خوب در عرصه بادی بیلدینگ و فتنس کشور داشته. ورزشکارای زیاد را اینا همه ساله در مسابقات میارن با خود. انشالله که ولایات دیگه ما همچنان خوب هستن. کشورها را نمیگم، البته ولایات خود را میگم، و اونا پیشرفت‌های خوب داشتن. در جودیتسو کدام ولایت ما بهتر است و بیشتر ورزشکار میاره در مسابقات تیم ملی؟ در مسابقات تیم ملی جودوسای افغانستان 11 ولایت اشتراک کرده بودند که 150 ورزشکار بود. از ولایت فاریاب بود، از ولایت هرات بود که ولایت کابل مقام اول گرفت، ولایت فاریاب مقام دوم گرفت، ولایت هرات مقام سوم گرفت. یک نوع از کشتی محلی ما مثل جودیتسو است. بله کشتی چپنکی میگن. بسیار خوب. چپنکی یا گیرومند. گیرومند. بسیار خوب. ولایاتی که زیادتر سرسخت هستند، ورزشکارایش زیادتر در مهارت‌های خوب را در عرصه جوجیتسو دارن، کدام ولایت است که سرش حساب بتانی و در رقابت‌ها وقت تعریفت شوه یک دلهوره داشته باشی که باید یک آمادگی خاص به خاطر از این ولایت داشته باشه؟ والا تمام ولایت‌های ما ورزشکارایشان خوب است، کارشان بهتر است. ولایت فاریاب در این اواخر پیشرفت‌های زیاد داشتن، ولایت هرات هم همچنان، و ورزشکار هستند دیگه، طبعا یک حریف در مقابلت بیا یک استرس می داشته باشی. خیلی خوب. جودو هم تمرین کردی؟ جودو تمرین نکردیم. خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله که تمرین کنی. در رابطه با فرق جودو با جوجیتسو میفهمی؟ بله میفهم. خب چه قصر فرق؟ جوجیتسو که است یک درخت است، جودو یک شاخه‌اش است. خیلی خوب. جودو یک شاخه‌اش است. جودو و جوجیتسو هیچ فرق ندارن. فرقشان با میست که فقط پرتاب زده میشه، پرتاب که زده شد بعد از او باز سب نشان کار میشه در زمین، خاکا و سب نشان ها کار میشه. فرق جودو و جوجیتسو اینه نیست. خیلی خوب. یعنی قفل مفصل تمامش مربوط جوجیتسو میشه. خیلی خوب. در مسابقه خارجی هم اشتراک کردی یا آمادگیش داری که بخیر اشتراک بکنی؟ در مسابقات خارجی دهی اواخر که کمیته المپیک افغانستان بودجه و تا و بالا یا نداشتن دیگه، گفتن که دم آباد مسابقات تایلند است، یک اسپارینگ برگزار میشه، بعد از او باز در مسابقات تایلند انشالله که اشتراک میکنیم. چند سال میشه عضویت تیم ملی داری؟ ما عضویت تیم ملی ده 5 سال در سابقه داشتم ولی عالم گرفتم. خیلی خوب، خیلی خوب. سال ششمت است؟ سال ششم. چقدر تحولات ایجاد شده؟ چقدر پیشرفت‌های خوب داشتید در عرصه جوجیتسوی کشور؟ در عرصه جوجیتسوی کشور پیشرفت‌های زیاد شده. در این اواخر پیشرفت‌های بسیار زیاد شده که چند ماه بعد مسابقات ساحلی چین است که از ورزش جوجیتسوی افغانستان 3 نفر اشتراک میکنه در این مسابقات، که تمام 12 ورزش از افغانستان در مسابقات ساحلی چین اشتراک میکنه که خوشبختانه رشته جوجیتسو هم سهم داده شده 3 نفر. خودتان نیستین در جمع؟ نه خیر، او پیش از مسابقات تیم ملی برگزار شده بودن که او 3 نفر در قرنطین بودن، پیش از اون انتخاب شده بودن توسط کمیته ملی المپیک افغانستان. خیلی خوب. در گذشته ما پیام‌ها و گفته‌های اعضای ما را داشتیم که انتقاد می‌کردند که از این که چهره‌هایی که به خاطر مسابقات بیرون مرزی انتخاب میشه اونا ضعیف هستن، بعض وقت به اساس واسطه و به اساس شناخت انتخاب میشدن. یعنی من میگم رفتن یک ورزشکار در کشورهای دیگه بحث یک تک فردی نیست، خانوادگی نیست، این بحث موضوعات ملی ما هست که باید همه افغان‌ها حق دارن انتقاد بکنن، حق دارن که پیشنهاد بکنن در عرصه‌ای که کدام ورزشکار ما و چه چهره شایسته ما به خاطر مسابقات بیرون مرزی برگزیده شود تا برن رقابت‌های خوب را انجام بده. نه اینکه یک ورزشکار که هیچ در راه ورزش اصلا قدم نمانده باشه به بهانه‌های مختلف به اساس واسطه برن. انتخابی سه چهره چگونه بوده؟ انتخابی سه چهره توسط اسپارینگ بودند که یا توانستند مقام‌های اول در اسپارینگ از آن خود کنند و بعد از او رئیس فدراسیون جوجیتسو افغانستان یا را معرفی کرد بر مسابقات ساحلی چین. خیلی خوب. البته دوستان ها گفته نباید گذاشت، اسپارینگ امو رقابتی است که قبل از انتخاب مسابقات که چهره که انتخاب شوه اینا را یک بینشان رقابت مندازن، یک مسابقه میتن که چهره های برترش
گزینش میشه به خاطر انتخاب و مسابقاتی که برآمده هستند در آینده. بله بله همونطور است نه؟ همونطور است. خب در رشته MMA چقدر پیشرفت‌های صورت گرفته استاد امرالدین؟ فکر کنم حفیظی که از ترینرهای خوب کشور که فعلا هم در فدراسیون ورزش‌های رزمی سمت جدید اونا به اونا اختصاص داده شده به عنوان مربی است، فکر کنم مربی ورزش‌های رزمی ها. چقدر سرت کار میکنه؟ راضی هستین نیستین؟ بله از استاد امرالدین راضی هستیم. تمرینات به پیش میبریم. در اواخر کمیته ملی المپیک افغانستان به ورزش MMA اجازه فعالیت دادن که بتونن مسابقات خود برگزار بکنن. تشکر میکنیم از کمیته ملی المپیک افغانستان که ورزش MMA را دوباره سرپای کردن و از استاد امرالدین حفیظی کوشش و تپ تلاش بالای ما میکنه و ما چند ماه بعد مسابقات از با حریف پاکستانی در ولایت خوست برگزار میشه که دو خود ثبت نام کردیم. دو سازمان انشالله که بتونیم یک دستاورد و بیرق افغانستان بلند بکنیم. انشالله با امید پیروزیتان انشالله که بتونین در آینده هم درخشش عالی داشته باشین. به خاطر اینکه سال ششم دست عضویت تیم ملی را میگیری در این جان از مسائل است که برای خودت زیادتر آشکار است و زیادتر شاید برخورده باشید. چه خالیگاه ها و خلایی وجود داره در کارکرد کسایی که مسئول هستند که اونا را پیشنهاد بدی، به گونه پیشنهادی برشان بگویی که باید اصلاح شود در آینده و تا بتونن رقابت های خوب را شاهد باشه از قهرمان های خوب کشور خود در خارج از مرزهای افغانستان؟ سوالتان بسیار خوب سوال است. در قسمت پیشنهادات که از کمیته ملی المپیک افغانستان میخواهیم که چند مسابقات در پیشوری داریم. ما مسابقات تایلند است، مسابقات قزاقستان است. از کمیته ملی المپیک افغانستان میخواهیم که بودجه از زیر پاس کنه تا بتونه ورزشکارا در این مسابقات اشتراک بکنه و روی خوب بگیرن. فعلا که میگه بودجه نیست، باز بشینین تا بودجه پاس شوه. و از کمیته المپیک افغانستان میخواسته داریم که مسابقات بیرون مرزی را بر ما اختصاص بدن که تا ما بتونیم یک رویه بهتر و به قدرتمندی بهتر سخت تلاش بکنیم به دیگه مسابقات آمادگی بگیریم. فعلا هم گفتن که مسابقات تان ما چیز بودجه میتیم. انشالله که ما دمی خواست هستیم که دولت بودجه را بهتر برای انشالله که در این عرصه هم توجه صورت بگیره. ورزشکارای ما نور دیده ما هستن. انشالله که پیشرفت‌های خوب را شاهد باشیم از شما و سایر ورزشکارای ما. بیاین توسعه پیشنهادتان را بشنویم، به جوانا گفتنیتان را بشنویم، در اخیر پیام تا بشنویم. سلامت باشین. به جوانا امی پیشنهاد دارم بیاین ورزش کنن، دست به دست هم بدن، وطن خود آباد بکنن. دیگه کدام سوال پیشنهاد؟ بخیر باشید. تنین جان، میشه کدام سوال من نپرسیده باشم ولی گفته دلتان باشه در ذهنتان میشه؟ کمره تلویزیون ملی افغانستان در خدمتتان. زنده باشین، سلامت باشین، قربانتان. با عزت باشین.